السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آماده شد انشالله درسی امروزه رو آغاز میکنیم. دفتر و قلم های خود رو بگیرید. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. انشالله حاضر برادران پیوست شوند درس امروزه رو آغاز میکنیم. وعلیکم السلام ورحمة الله. سه کس پیوست شدن. انشالله دفتر و قلم های خود رو بگیرید، تیار بشد. انشالله درس رو آغاز میکنیم بعد از 3 دقیقه. انشالله دیگر ها هم پیوست بشوند. آواز نغز رفته ایستاده است. بله خوب برادر. ماشاءالله بهترین. اعلان را ما در امین وی میگذاریم در سابشیست و اینه که همون رسم میبراید که اگر شما در کانال پدپیسه کرده باشید آن را دیدن میتوانید. و مثل که نوار نو میگذاریم به شما دسترس میشد، این چنین صورت میگذاریم که اعلان که همین روز درس میشود همون صورت به کسانی که پدپیسه کرده باشند به آنها می رود. نمیدونم به چی سبب، لیکن دیگر برادران اگر پرسیم به آنها می بیاید. کسانی که پدپیسه کرده هستند همان رسمی که نوشتیم که امروز اعلان امروز ساعتهای 21:00 با وقت مسکو درس می شود، همین را هم دسترس می کنند آن کسانی که ابونه هستند. و نمیدونم برای چی شما دسترس نمی کنید، سببش را نمیدونم. خوب برادران انشاءالله بله 5 کس پیوست شده است. درس را به مثل پیشتر از حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حدیث هایی که امروز بخواندم درباره قرآن دو حدیث کوتاه بود. در یک حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که قرآن را بخوانید و به سبب این خواندن شما اجر میگیرید، یعنی که شما اجر و پاداش میگیرید. و چقدر اجر میگیرید خداوند خودش میداند، یعنی که چقدر اجر خداوند خودش با نیت با اخلاصی که ما میخوانیم، کسی که اخلاصش بسیارتر باشد نه اجری بسیار میگیرد، کمتر باشد کم میگیرد. این وابسته به نیت به اخلاص ما و شماست. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که قرآن را مگر انسان‌های پاک به دست میگیرند. یکی این حدیث اگر خطا نکنم به این دعوت میکند که قرآن را باید انسان‌های با طهارت، یعنی طهارت داشته به دست بگیرند.
چون این حالت در قرآن هم ذکر شده است که آن را فقط انسان های پاک بوده، یعنی که طهارت داشته بر دست میگیرن. به همین خاطر برادران و خواهران عزیز، وقتی که قرآن را به دست میگیرید و میخوانید با طهارت باشید. و اگر آیت های قرآن را در دیگر کتاب ها بخوانید، مثلا کتاب های هر گونه کتاب ها که در آنجا آیت ها ذکر شده است، میتوانید آن آیت ها را به طهارت هم باشد بخوانید، چون آیت ها در هر موضوع ها می آیند که به همین سبب. انشاءالله درس امروزه را آغاز میکنیم. همه آن شخصانی که در درس های پیش اشتراک داشتن هستند، 7 نفر حاضر، 6 نفر پیوست شدند. شخصانی که در درس های پیش بودن هستند، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فقط ویدیوها، یعنی که فقط شما ویدیوها رو دیده میتوانید، یعنی که رسم ها رو دیده نمیتوانید. هم خیلی نمیدونم با چی سبب باشد، ولی دیگرها آن رسمایی که ما میگذاریم، اعلام میگذاریم که امروز درس میشد، به دیگرها میرود، و اگر به شما نرود نمیدونم سبب در چی باشد. درس را آغاز میکنیم انشاءالله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى. بله، می توانید به گروه در آمده صاحب شیست را ببینید. این طور هم می شود. ببینید که اعلان هست یا نیست. می شود این طور هم. ویدیو کرده همون به شما هم نمی رود، همون اعلانی که می گذاریم در صاحب شیست. و ما که اعلان رو می گذاریم که در صاحب شیست. و الحمدلله خوب هستیم ما. الحمدلله شما خوب هستید؟ نمیدونم بس چی سبب با یک خیل برادران می رود که این اعلان ما، که این اعلانی که ما می گذاریم با کی می رود؟ بگوید اعلانی که ما می گذاریم در صاحب شیست و با کی می رود؟ و اشک مسلم به شما می رود و به دیگران نمی رود. من سببش رو نمی دونم. می شود در صاحب شیست و در آمده دیده هم می شود، لیکن به مثل ویدیو این هم باید رود به شما. با زنگولچه رو پخش کنید، ممکن است که بعد از این برود. ممکن که عیب شما باشد، یا که شما که همه وقت ممکن که در اینترنت نباشد، به همین سبب. الله اعلم. الحمدلله ما همه خوب هستیم. درس را آغاز میکنیم انشاءالله. همه آن شخصانی که پیش این در درس ها اشتراک داشتن به فکرم پیوست شدن. همه الحمدلله ناز. الحمدلله. شما اگر همه خوب باشید، ناز باشید، انشاءالله درس را سر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا بهذا العلم في دارین. خداوندا فایده نفع این علم را در این دنیا و آخرت بر ما نصیب گردان برحمتک یا ارحم الراحمین. درس را آغاز میکنیم. الحمدلله ایوب شیرازاده. الحمدلله ما خوب هستیم. انشاءالله درس را آغاز میکنیم.
موضوع امروزه چونانه که شما دیده ایستاده اید درباره مدها، یعنی که مد چیست، یعنی که مد و خیلهای آن، و یکی از این مدها رو ما با شما امروز میگذاریم که مد طبیعی می باشد. کسانی که مد درس امروزه درس مدها می باشد. کسانی که این کتاب رو دارند، کتاب تجوید تاجیکی را کسانی که دارند درس 12 رو بکشایند و کسانی که ندارند خوب گوش بدهند. درس 12 مد و خیلهای آن. اکنون درس را گوش بکنید. انشالله بعد از درس با سوال ها باشند میدی. مد و خیلهای آن. مد چیست؟ مد چیست؟ جواب: کشیدن آواز است. یعنی که آواز را کشیده خواندن این مد است. مثال: یک تا گفته، این مد نیست. مد در آن حالت سر می شود که زیاد باشد. از دو آواز زیاد، از دو آواز سر شده و تا 6 آوازه. مثال: دو آواز، 3 آواز، 4 آواز، 5 آواز، 6 آواز. یکی این را مد گویند. حرف را دراز کشیده خواندن مد گویند. این است مد. سوال دیگر اینه که این حرف های مد چند تا هستند؟ یکی کدام حرف ها مد کشیده می شوند؟ کدام حرف ها؟ جواب: 3 تا. حرف واو، الف و یا. نه این حرف ها، نه این حرف، نه خود این حرف ها، ولیکن وقتی که پیش از حرف واو پیش آید، یعنی که او خوانده می شود، و پیش از الف فتحه آید که خوانده می شود، و پیش از حرف یا کسره آید که ای خوانده می شود. یعنی 3 نمود، 3 آواز است که دراز کشیده خوانده می شود. ای، او، که اینها را، که این حرکت ها پیش از این حرف ها می آیند. حاضر من به شما نشان می دهم، با دقت گوش بکنید. حرف های مد 3 تا هستند: واو، الف، یا. در کدام حالت حرف واو مد می شود؟ در حالتی که حرف واو با سکون باشد، یعنی که حرکت نداشته باشد و پیش از حرف واو حرکتی پیش باشد که او خوانده می شود. کونو، کونو. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درس حاضر آغاز کردیم، به همین سبب گوش بدهید. نه، همین حاضر 5 دقیقه شد سر کردن درس را. اولی درس هست، انشالله گوش بدهید. یعنی فهمیدید در حالتی که حرف واو به حرکت آید، در این کتاب نوشته شده است که واو در کدام حالت حرف مد می شود. سوال گوش بکنید: واو در کدام حالت حرف مد می شود؟ جواب: واو پیش از خودش بودگی حرف پیش شود، یعنی دمه داشته باشد، حرف مد می شود. مثال ببینید: حرف واو یعنی که حرفی به حرکت است، یعنی که وقتی که حرف به حرکت شد آن حرفی ساکندار می شود. که حرفی به حرکت است، خوبش گفتن که به حرکت یعنی که حرکت نداشته باشد و ساکن هم نمیگذاریم. برای خاطر اگر ساکن گذاریم اینجا حرف واو خوانده می شود. برای همین خاطر حرف واو حرف به حرکت می شود و پیش از حرف واو دمه می آید یا که پیش می آید، این حرف دو مقدار کشیده خوانده می شود: او، کونو، کونو. دیگر مثال: حرف یا در کدام حالت مد می شود؟ جواب:
یا ساکن شده یا بی حرکت شده و پیش از حرف یا اگر کسره آید حرف مد می شود. مثال لفی لفی. ببینید حرف یای به حرکت است و پیش از حرف یا کسره است. در این حالت یا مقدار 2 حرکت خوانده می شود. لفی لفی. و سیوم حالت حرف الف در کدام حالت حرف مد می شود؟ در آن حالتی که خود حرف الف به حرکت باشد، یعنی که ای او نداشته باشد و پیش از الف فتحه باشد. در این حالت الف مد کشیده می شود. مثال و ما. ببینید ما 2 حرکت من کشیده خوانده ایستادم. در اینجا لفی 2 حرکت فی گفته خوانده ایستادم. اگر من لفی خوانم خطا است، یا که در اینجا و ما خوانم خطا است، برای خاطر حرف مد را باید 2 آواز کشیده خوانیم. و ما ادراک. در مثال یکم کونو. ببینید 2 حرکت کونو. اگر کونو خوانم این خطا است. و همین سبب به نهایت باید اعتبار بدهید که این مدها را چی مقداری هست باید همین مقدار بکشیم. به چی خاطر؟ به خاطر آن که در زبان عربی اگر به جای یک اگر گوید معنا عوض می شود. اگر در زبان ما در زبان تاجیکی معنا عوض نشود، در زبان عربی معنا عوض می شود. مثال در زبان تاجیکی می گوییم که من آمدم. اگر گوییم که من آمدم معنی دیگر نمی شود. و اگر در زبان عربی همی الف را 2 تا یا که 3 تا خوانیم، به جای اینکه باید اینکه 1 تا می خواندیم، معنای کلمه عوض می شود. مثال یک مثال را در یاد دارید. اگر کسانی که زبان عربی را می دانند خوب می فهمند. اگر ما گوییم که با زبان عربی ما نوشتیم می شود نحن کتبنا. کتب در آخرش نه، بعد از حرف نون یکی 2 تا کشیده خوندیم. کتبنا ما نوشتیم. اگر بجای این 2 حرکت اگر 1 حرکت بکشیم گوییم که کتبنا گوییم این می شود که زنها نوشتند. ببینید چقدر فرق می کند. اگر بجای کتبنا گوییم چی؟ بجای اینکه ما نوشتیم تغییر می شود به اینکه زنها نوشتند. اینه که صیغه مخاطب به صیغه غایب تبدیل می شود. یعنی که بجای ما نوشتیم گفتن زنها نوشتن می شود. به همین خاطر ما باید خوب اعتبار دهیم و در خواندن قرآن هم اگر شما بجای مد طبیعی اونی که 2 آواز خوانده می شود شما نکشیده خوانید، چی می شود؟ معنا دیگر می شود. به همین سبب خیلی باید ما اعتبار دهیم که این در زبانهای ما معنا رو عوض نمی کند. چی بگویم که من آمدم یا که من آمدم معنا دیگر نمی شود. ولیکن بدانید که در زبان عربی دراز کشیدن یا که کوتاه کشیدن آواز معنا تغییر می یابد. این به شما فهمو باشد. به قسم درسی دیگری می گذاریم. به شما فهمو شد؟ فهمو. خوب، الحمدلله اگر فهمو باشد. مثال ببینید در سوره عمه، در سوره نبع الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ وجعلنا نومکم سباتا. الله سبحانه و تعالی میگوید که ما یعنی که خواب رفتن را بر شما
یک ثبات، یک آرامی عطا کردیم. یعنی خداوند میگوید ما به شما خواب را اینه که یک آرامی عطا کرد، یک آرامی عطا کردیم. اگر ما به جای وجعلنا گوییم که وجعلنا نومکم سباتا، می شود که زنها خواب را برای شما یک آرامی عطا کردن. حکم این که زنها خواب را آفریدن خداوند. ببینید برادران و خواهران، خیلی معنای اینه که قرآن خوانی شما اینه که معنی تغییر می دهد، تغییر می یابد. به همین سبب باید قاعده های مد را خوب اعتبار بدهیم. اینکه با جای گوییم که خداوند خواب را بر ما عطا کرد یک آرامی، میگوییم که زنها به ما خواب را عطا کردند. به همین سبب برادران و اینچنین در دیگر سوره ها، در دیگر آیات ها هم معنای اینه که کلمه تغییر می‌یابد به کشیدن یا نکشیدن آواز. به همین سبب با اعتبار درس امروزه را گوش بدهید. با سبب های مد، درس 13 هم سبب های مد، یعنی که مد سبب دارد، هر یک چیز سبب دارد. سبب های مد چی شده میتواند؟ سوال: سبب مد چیست؟ جواب: نشانه ای که حرف مد را از مقدار یک الف زیاد کشیدن سبب می شود. اینه که مد طبیعی انشالله در درس های آینده وقتی که هر یک مد گذاریم بعد میفهمونیم برادر. حاضر ما از درس مد آغاز کردیم، انشالله هر مشان را به ترتیب میفهمونیم. حاضر نمیتونیم ما به درس های پیش گذاریم، برای خاطر این درس را باید بفهمیم. اینکه سبب مد چی سبب مد شده میتواند؟ آن مدی که دو مقدار کشیده می شود، مد طبیعی، بر این مد سبب در کار نیست و با این خاطر مد طبیعی گفتن که این مد را مدی که دو آواز میکشیم، قال این مد را هم در زبان عربی و هم در قرآن استفاده میبرند و دیگر مدهایی که از دو آواز زیادتر کشیده میشوند فقط در خواندن قرآن استفاده میبرند و در لغت عربی استفاده برده نمیشوند. و همین سبب این مد را مدی که دو آواز کشیده میشود این مد را مد طبیعی، یعنی مد طبیعتا میگویند که این در طبیعت عرب ها این هست، هم در لغت عربی و هم در قرآن استفاده برده میشد. و این مد یعنی که به سبب احتیاج ندارد و دیگر مدها به سبب احتیاج دارند. و سبب چی شده میتواند؟ سوال چنین است: سبب مد چند تا است؟ جواب: سبب مد 2 تا است، حمزه و سکون. یعنی که اگر بعد از حرفای مد حمزه آید این سبب یگان مد می شود که ما در آینده میگذاریم، یا که اگر بعد از این حرفای واو الفیا سکون آید این سبب مد می شود. انشاءالله ما در آینده هر یک مد را علاوه میگذاریم. سوال دیگر: سکون چند خیل می شود؟ همین سکونی که گفتین چند خیل می شود؟ جواب: 2 خیل، سکون لازم و سکون عارض. یعنی سکونی که در اول هست این را سکون لازمه میگویند که وقتی که ما قرآن را میخونیم همون سکون در روی حرفا هست، این را سکون لازمه میگویند. و سکون عارض این سکون است که به سبب ایستادن ما به سبب ایستادن پیدا می شود. مثال در سوره اخلاص قل هو الله احد هست، احدون، ببینید اینجا قل هو الله احد است. به سببی که ما بعد از حرف دال می ایستیم همین حرف اون، حرکت اون به سکون تبدیل می شود. این را سکون عارض می گویند که این سکون به سبب ایستادن پیدا شد. و سکون لازم را این سکون است که در بالای حرفا گذاشته شده است، یعنی که این به سبب ایستادن است. این هم به شما فهمو شده باشد. سکونی که لازم و سکونی عارض، سکونی که به سبب ایستادن پیدا می شود سکونی عارض می گویند و آن سکونی که در اول هست این سکون را سکونی لازم می گویند. سوال دیگر:
سکون لازم چگونه سکون است؟ جواب: آن سکونی که از اول بود و دائما هست. فهم شد؟ از اول هست و دائما هست. و سکون عارض چیز؟ این سکون است که به سبب ایستادن، به سببی که ما می ایستیم، حرکت آخر به سکون مبدل می شود. این را سکون عارض گویند. این سکونی که به سبب ایستادن پیدا شد. این هم به شما فهمو باشد. به درس دیگر می گذاریم که این درباره خیل‌های مد می باشد. یکی چند خیل مد وجود دارد. اگر تا این جانب شما کتاب‌های تجوید را نخوانده باشید، بدانید که 7 خیل مد موجود است. 7 خیل مد موجود است که هر یکی آنها نام‌های خود را دارند و حرف‌های خود را دارند. ما می‌دانیم که حرف اساسی واو الف یا است. واو الف یا است و این چنین کشیدن خود را دارند، مقدار کشیدن. نه که کدام از این مدها 2 مقدار کشیده می شود، کدام 4 مقدار، کدام 5 8 مقدار. و سبب های اینها هم یا که حمزه است یا که سکون است. انشالله در آینده ما همه اینها را به شما میگذاریم. و مدها چنین نام دارند: یکم مد طبیعی، دوم مد متصل، سوم مد منفصل، چهارم مد لازم، پنجم مد عارض، ششم مد لین لازم، هفتم مد لین عارض. و درس امروزه ما مد طبیعی. مد طبیعی. سوال: کدام وقت مد طبیعی می شود؟ جواب: حرف مد آمده بعد آن سبب مد نآید، مد طبیعی می شود. اینه که حرف مد آید، بعد از حرف مد سبب مد نآید. ما گفتیم که سبب مد این 2 تا است و شما گفتیم این حمزه و سکون. حمزه و سکون. حمزه و سکون اینها سبب های مد می شود، ولیکن مد طبیعی به این سبب ها احتیاج ندارد. اینه که اگر حرف های مد آیند، حرف های واو الف یا و پیش و بعد از آنها اینه که سبب های مد حمزه و سکون نآید، این مد را مد طبیعی گویند که مقدار 2 حرکت کشیده خوانده می شود. این مد، سوال: مد طبیعی را چند مقدار کشیده می شود؟ جواب: مقدار یعنی که 2 حرکت یا اینکه یک الف به مانند 2 حرکت است. به مانند 2 حرکت است کشیده خوانده می شود. مثال: زیر مثال ها را به شما می گذاریم. انشالله با اعتبار گوش بدهید. مثال: قال. ببینید مثال 3 تا مثال آورده. یکم مثال: قال. در اینجا همین حرکت رو ما 2 حرکت کشیده خوانیم. قال. مثال دوم: قیل. ما در اینجا 2 تا حرف ای کشیده خوانیم. قیل. در اینجا حرف او رو یقول 2 حرکت کشیده خوانیم. این است مد طبیعی. اگر شما از مقدار 2 حرکت زیاد کشیده خوانید، این خطا می شود. مثال: قال، این خطا است. یا که قیل، این خطا است، چون برای آن که شما از 2 حرکت زیاد کشیده خواندید. یقولو، این هم خطا است، برای آن که شما از 2 حرکت زیاد کشیده خواندید. یا اگر شما 1 حرکت خوانید هم خطا است. مثلا به جای قال خواندید قال، به جای قیل خواندید قیله، به جای یقولو خواندید یقولو. اینه که 1 حرکت اگر خواندید به جای 2 حرکت، این هم خطاگی شما می باشد در خواندن قرآن. به همین سبب
در کجایی که الف می آید، الف بی حرکت و پیش از الف فتحه می آید که به زبان تاجیکی پیش می آید، به مقدار 2 حرکت خوانده می شود. قاله قاله. در کجایی که حرف یای می آید، حرف یا به حرکت و پیش از حرف یا کسره می آید، ببینید یک حرف دیگر با کسره، همین حرف یا 2 مقدار ای خوانده می شود. قیله قیله. در کجایی که حرف واو به حرکت می آید، در کجایی که حرف واو به حرکت می آید و پیش از حرف واو یگان حرف با پیش می آید، یعنی که با او، در اینجا حرف او 2 مقدار خوانده می شود. یقولو یقولو. ببینید در اینجا لو می خونیم تمام، نیلو، بلکه لو نه، برای خاطر در اینجا یک تا است، در اینجا مد نیست. یقولو. در اینجا 2 تا می خونیم برای خاطر اینکه مد هست، در اینجا یک تا. یقولو. این بود مثال های مد طبیعی. قال، قیل، یقولو. باز تکرار میکنم، اگر شما از 2 حرکت کم یا زیاد کشیده خواندید این خطا است. اگر به جای قال شما قال خواندید، به جای قیل قیل خواندید و به جای یقولو یقولو خواندید، این خطا می باشد. از 2 حرکت زیاد به جای قال قال خواندید، این هم خطا می باشد. به جای قیل قیل خواندید، این هم خطا می باشد. و به جای یقولو اگر شما از 2 مقدار حرکت زیاد کشیده یقولو خواندید، این هم خطا می باشد. و همین سبب برادران و خواهران، در وقت خواندن قرآن باید اعتبار بدهید که این مد را از 2 حرکت کم یا زیاد نخوانید. این بود درس امروزه ما درباره مد و خیل‌های مد و سبب مد و مد طبیعی. به همین سبب وظیفه خانگی شما باید این درس را تکرار بکنید، یا که تکرار گوش بکنید، یا که کتاب را از اینترنت فراورده این درس را یا بخونید بگذارید. و معنای مد چیست؟ یعنی کشیده خواندن آواز. حرفای مد کدام است؟ واو، الف، یا. در کدام حالت این حرفا مد می شوند باید بدانید، و سبب مد را بدانید، یعنی سبب بغیر از مد طبیعی. این مد طبیعی به سبب می آید، این را در یاد دارید. و دیگر مدها با سبب می باشند که سبب یا که همزه یا که سکون شده می تواند. ان شاء الله در درس های آینده ما به شما مد متصل را میگذاریم که سبب مد متصل حمزه می باشد. انشاءالله درس آینده ما به مد متصل میگذاریم و انشاءالله در درس میگویم که چند مقدار کشیده خوانده می شود، در کدام حالت باید باشد و چی حکم داره، یعنی واجب است، مستحب است. همه این را انشاءالله ما با شما در درس دیگر میخوانیم. مثال ها را تکرار بکنید، از پس من تکرار بکنید مثال های مد طبیعی را. قال، تکرار بکنید. قیل، یقول. سوال ها را تکرار بکنید برای خاطر سنجش خود. قال، قیل، یقول. لم یلد ولم یولد. یولد، یولد، یولد مد طبیعی می باشد. تکرار کردید انشالله با همین درس این روزه را به انجام می رسانیم. سوال ها آید این درس باشد مرحمت بپرسید. سوال است آید این درس این روزه؟ بله برادر، سوال باشد مرحمت بنویسید.
کسانی که این کتاب را ندارند از پلی مارکت می توانند این را فراورده و در تلفن های خود بگذارند. سوال باشد مرحمت. سوال اوید درس باشد مرحمت. اوید درس سوال هست. اول اوید درس را ببینیم. سوال اوید درس هست. اوید درس نباشد سوال های بیرون از درس را هم انشاءالله میبینیم. اوید درس سوال باشد مرحمت. ای شخصی سوال ممکن نه اکجان. ای شخصی سوال چی؟ یا که مقصد شما چی؟ سوال ممکن است باشد. ممکن است بیده چی سوال داشته باشه. سوال شما استاد در تاریکی نماز خواندن جایز است؟ اینه که در تاریکی آن مقداری که شما سجدگاه خود را ببینید جایز است. اینه که یگان تلفن خود را ممکن است که گریان بکنید که همون سجدگاه خود را ببینید که به چشمانتان سجدگاه را ببینید. جایی که سجده میکنید به شما نمایان باشد همان را ببینید میشود انشاءالله خواندن. با سوال ها هستن؟ بسم الله. سوال شخصی باشد بدید. اگر سوال های از درس نباشد سوال های بیرون از درس مرحمت بدید. بله حرف های قلقله هنگامی که ساکن قطعی با ساکن می آیند آنگاه قلقله کرده خوانده می شوند. یا که ساکن لازمه که حتما هست یا که ساکن عارض که ساکنی که پیدا می شود به سبب ایستادن. نه که قل هو الله احدون بود به سبب ایستادن همان تنوین اون به حرف ساکن به حرکت ساکن مبدل می شود. که این حرف های قلقله باید با ساکن باشند. سوال دیگر. سوال شما برادر در قرآن حرف های زیر زبر تشدید ندارد میخوامش. حاضر در اکثریت قرآن ها زیر و زبر و ساکن همش هست. بهتر از این که از این قرآن ها استفاده برید چون که از حاضر همه حرکت ها هست به خطا میخونید انشاءالله. سوال دیگر. پشت را یا پای را طرف قبله دراز کردن گناه است؟ یعنی که طرف قبله پای را دراز کردن فقط پای را نه لیکن پشت را نه. اگر یعنی که به احترامی به حرمتی می شود خوب می شود که یکی گناهش در چقدر گناه بودنش را نمیدونم الله اعلم به سببی که به ناحرمتی می شود به همین سبب پای را دیگر سو دراز کرده خواب برود بهتر است. یک طرف قبله نماشه این یک حرمت است به همین جایی که ما در نماز ایستاده نماز را میخونیم. سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله بخیر. کیف انتم؟ بخیر. استاد من از یک برادر شنیدم که در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم غلامان خود را زنان را به مثل همسران خود همخوابگی میکردن یا اسیران خود را این چنین هم میکردن. عمر سعید این مسئله حاضر مسئله غلامداری اینه که قطع یافتگی است در اسلام، یعنی که در اسلام هم منع شدگی است.
این مسئله خیلی، یعنی که باید در این مسئله درس ها گذارد که همش را شما بفهمید. بله، در آن وقتها، در آن زمان ها، میگه غلام کس که به مثل همسر، یعنی که همچون همسر استفاده برده میشونه و آنها تولد هم میکردن و که در آن زمان ها چنین بود. استاد، همین حرف میم کم دیده می شود در کتاب و در آن جایی که ما میمانیم باید تکرار. سوالتان مسلمان کتیبی، سوالتان نه اونقدر فهم است. کدام حرف میم را شما در نظر دارید؟ میمی که در بالای می آید به مثل علامت یا که به حرف می آید؟ سوال حضرت جان، ما در یک مشکلی گرفتار، یک برادر از ازبکستان آمده است، 5 ماه می شود و زنش 2 ماه 5 ماه می شود و زنش 2 ماه حامله شده است. ایوب شیرازاده، خداوند مشکلی این برادر را آسان بگرداند و مشکلی هر یک برادرانی که در این غریبی به مشکلی می رفتند خداوند آسان بگرداند. از ما چی می خواهید؟ چی کمک می خواهید؟ برادر به ذکر را بگوید، خوب میشه. بهترین ذکرها این ذکرهایی که در حدیث ها آمده است، اینه که سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله. این ذکرهایی که از در حدیث ها آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم این ذکرها رو میکرد. استغفر الله، این بهترین ذکرها هست. علیشر علیف، اکا جان، اگر قسم خوری که من امین کار کردم، زندگی ما حرام باشه، اگر کردی زندگی حرام میشه. سوالتان اینقدر فهمان نیست. سوالتان رو پرتر نویسید، خوبتر بنویسید. بسیار خطا نمیفهمم. جان، اگر قسم خورده که همین کار کردم، زندگی حرام باشه، اگر کرده زندگی حرام میشه. نه که برای این قسم دروغ گناهکار میشوید و زندگی حرام و حلال، این اگر در زندگی آنچه که حرام انجام بدهید آن حرام حساب می شود و با این قسمی که خودت قسمی دروغین است، اینه که باید کفارت بدهید. عمر سعیدов، پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرها داشتند. اینه که همه همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم بجز خدیجه دیگر همشون با خواست خدا پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها ازدواج کردند. به چه سبب؟ که بجز خدیجه، به سبب آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم حاضر به پیامبری مبعوث نشده بودند، با حضرت و مادرمون خدیجه ازدواج کردند و مثل مردانی که میخواستند ازدواج کنند و بعد از این که پیامبر شدند و باقی این همه زنهایی که در حیات گرفتن همهش به خواست خداوند بود و در بین این زنها بودند که غلامهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را آزاد کردند، آنها اسلام را قبول کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها ازدواج کردند. فهم شد برادر عمر؟ نه برادر، اینه که با آنها ازدواج کردند، به مثل همسری گرفتن.
آنها را آزاد کردن، غلام ها، آنها که غلام افتاده بودند آنها را آزاد کردند و با آنها ازدواج کردند. ما استاد خب اون کسانی که درس را از درس میبرویند وظیفه خانگی را از فراموش نکنید. سوره ها را خوانده، سوره های اخلاص، فلق، ناس را بخوانید و این مد را بیابید و مد طبیعی را بیابید در سوره های خواندگیتان. سوره های اخلاص، فلق، ناس را بخوانید و مد طبیعی را بیابید. این بود وظیفه خانگی به همه آن شخصانی که در درس اشتراک کردند. در بالا میاد به مثل علامت 2 بار باید بله مسلمان کتیوی اگر حرف میم در بالا آید، این حالت، این قاعده اقلاب می باشد که ما باید آن را به دماغ خوانده مقدار 2 حرکت داریم، مثل میم بعدی، یکی مین بعدی نوشته شده است و در بالای حرف نون این حرف آمده است و ما این را چنین میخوانیم میم بعدی. حرف میم را 2 حرکت داشته باز دماغ میخوانیم، چون که این قاعده اقلاب است. اگر در درس های پیشتر می بودید که گوش بکنید قاعده اقلاب را انشالله همش فهم میشد. سلامت باشید. سلامت باشید انشالله. به همین درس را به آخر میرسانیم انشالله. یکی درسایی که گذاشتیم تکرار بکنید و به کانال ما در آمده در آنجا درسای مخرج حرف ها هستند. اون مخرج حرف ها را هم گوش بکنید و به سبب آنه که ماه شریف رمضان نزدیک شده ایستاده است، اگر دیده باشید ما هر روز یک حدیث درباره فضیلت رمضان گذاشته ایستاده ایم. به همین سبب می توانید از این حدیث ها استفاده ببرید و خود بخوانید و به یار و دوستان بفرستید تا ثواب انشاءالله به شما برسد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با همین درس را به آخر می رسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. برادر ایوب در به واسطه واتساپ یا که ایمو بنویسید، رقم های ما هستن بگیرید انشالله بعد این سوال را با خود شما انشالله جواب میده. اللهم صل على محمد و آل محمد صحبه وسلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه